سلام، جاوید هستم به مدرسه. لوکیشن اول رختکن مردم. چند یوتیوب من خوش اومد. در کنار شما عزیزان هست. خب کوئسچن باکس گذاشته بودیم، سوالتون از من پرسیده بودیم، میخوام به یه سریاش جواب بدم. متولد چه سالی هستی؟ من 31 مرداد 1371 به دنیا آمدم. 72 73 71 به دنیا آمدم. الان جزو آدمای پیر حساب میشی یا جوون؟ الان جزو تشنگان نزدیک به پا به سن محسوب میشه. نه الان جزو جوون یا دیگه سن ندارم که. خب بپرس. جوون باشه. آره ماشاءالله بزن به تخته. شنیدم که ورزش میکنی. بله. چه ورزشی؟ پدل، تنیس، خدمت درس کنم شنا میکنم. بدن سازی هم که عادتا همیشه روال زندگیمون هست. خوب فعالیت میکنی ها؟ اووری کلا. جاوید چی شد که اصلا تصمیم گرفتی تو برنامه عشق ابدی شرکت کنی؟ دیدیم همه دارن میرن ما گفتیم بریم. نه اونجایی که واقعا علاقه دارم کلا به سینما و بازیگری و دوبلوری و این داستانا، دوست داشتم کلا تو این قسمت شرکت کنم. یعنی چیزی که داریم میبینین خیلی با خود جاوید واقعی جاوید فرق داره. یعنی توی یه جاهایی خیلی اکته، یعنی تو فقط می‌خواستی یه دونه اکتو برسونی، یه دونه نما رو داشته باشی که ملت هم نسبت به این قضیه خیلی ریاکشن نشون دادن. گفتم آقا جون اینجا واقعا اکت جالب بود، اینجا واقعا ضعیف عمل کردی، این نقطه قوت تو یا نقطه ضعفت بود چون تو اصلا. یعنی اون جاویدی که ما تو برنامه دیدیم چند درصدش خودت بودی؟ چند درصدش مجبور بودی نقش بازی کنی؟ شاید 40% خودم بودم، 60% هم نقش بازی می‌کردم. 40%. بله. سخت‌ترین لحظه‌ای که تو برنامه تجربه کردی و جلوی دوربینا شکستی که لحظه‌ای که بهم خبر مرگ صمیمی‌ترین دوستم بود. واقعا صحنه بدی. تو فکر کن مثلا من نشسته بودم تو اتاق پسرا داشتیم حاضر می‌شدیم با هم دیگه که بیایم پایین واسه فیلم برداری، یه گوشه من زنگ خورد، خواهرم گفتش که جاوید میدونی چی شده، همین فوت کرد. بعد گفتم بابا بی خیال، مثلا الان موقعیت مناسبی نیست واسه اینکه با شوخی بکنی و جاش نیست اصلا. گفت دقیقه استوریا رو چک کن. من تو استوریا که چک کردم ترکیدم، یه بغضم ترکید و خیلی گریه زیاد و بعد دیگه آشوب ذهنی و فکری همه نظر ریختم. خانم سالایی اومد بغلم که ازشون ممنونم، واقعا پا به پای من اشک ریختم، ناراحت شدم. برای من خیلی مهمه، خیلی خیلی قشنگ بود صحنه، ولی دیگه خودم داشتم میمردم قشنگ نمیدونی چه حال بدی بودش. اومدم پایین تو سر فیلم برداری دیگه، بعد یه اتفاق افتاده بودش، یهو گرفتن رو من. فهمی چی شد؟ در همین حین که این اتفاق افتاده بود یهو همینو گرفتن رو من دیگه منفجر شدم، رفتم اصلا رو هوا. باورت نمیشه شدش اصلا دیگه کل دنیا داشت واسم میچرخید. خیلی ناراحت شدم و تسکیه کردم. معروف شدن یه چه حسی داره؟ بهترین قسمتش رو بگو، بدترین قسمتش هم بگو. بهترین جای قضیه اینه که خب هر جا میری یه سری که خیلی دوستت دارن، خیلی بهت احترام میذارن، همه چی خیلی خوبه، خیلی قشنگه، بعد تو خیلی عشق از آدما میگیری. ولی توی فضای مجازی سری کم لطفی میکنن، یعنی هر چقدر براشون توضیح میدی که بابا جون اصلا یه دونه ریالیتی شو بوده، من به عنوان یه بازیگر اونجا بودم، به عنوان یه شخصی که آقا داشتم یه نقش، به عنوان یه شخصی که آقا داره تو اونجا برای پیدا کردن عشقش تقریبا بشه گفت تلاش میکنه، داشتم بازی میکردم. چیزی که از نظر دید خودم دارم میبینم. اوکی، کاری که خودم داشتم انجام ندادم به زبون میارم الان. اوکی، میرفتم جلو داره قضاوت‌های اشتباه میشه، یعنی به صورت فیلم نمیاد میگه نه دیگه تو حتما خود واقعیت اینی که اینجوری رفتار کردی، خود واقعیت اینجوری بودی که این کار رو انجام دادی، اصلا واقعا اینجوری نبوده. نظر مردم برام مهمه. نظر مردم برام مهم هست تا یه حدی هم نیست. نظر مردمی که عاقلن برام خیلی مهمه، آدم باهوش دوست دارم. قبل از اینکه بیای تو برنامه جاوید دقیقاً چه جوره؟ لاشی گفتم واقعا قبل اینکه بیام تو برنامه، خب من روتین زندگی خاص خودم رو دارم. صبح سر کار از تقریبا میشه گفت ساعت 9 اینطورا میرم به کارم، میرسم تا ساعت 2 بعد از ظهر خونه دیگه ناهار رو بزنم و باشگاهی بخوام برم باشم که تفریحات کاملا خودم بودم، شخصیم همیشه به راه. یعنی من آدم خوشگذرونی ام، اینکه بخوام تو خونه بشینم خوشم نمیاد. میریم سوالایی که پرسیده بودن. بپرس. اولین کاری که صبح بعد از بیدار شدن میکنی بعد از خاموش کردن آلارم البته؟ You serious؟
یه کش قرص خیلی نرمی و بلند میشه یه مسواکی میزنیم و میریم شروع میکنیم واسه خوردن قهوه‌ای سر صبح. البته چیز میکنیم یه ایکس هم میبریم دیگه، یه کیشه با مزه هم داریم، اینو مدام سر داشته. اگه مجبور بودی بین خوندن ذهن بقیه خب یا نامرئی شدن، یکی رو انتخاب میکردی، کدوم انتخاب میکردی؟ 100% نامردی شد. و اولین کاری که باش میکردی چی؟ What do you mean by that? تشریفی کرد. ببند دوشی رو. صدا دوشه گفتم تو رخکن مردم تاکید میکن. اولین کاری که میکردم میرفتم تو رخکن خانوم‌ها چون نامردی بوده. خنده‌دارترین شایعه‌ای که راجع به خودت شنیدی چی بوده؟ اصلا راجع به خودت تا حالا چی شنیدی که بر تجربه آور باشه؟ آره چند وقت پیش بهش که بچه برنامه گفت کافی جاوید گوشی دوم داره، شما میرفتی زیر پتو شروع میکرد چت کردن و دوست دختر. من تنها یه دونه گوشی دارم بچه تو کل دنیا و این واقعا واسم جالب بودش. آقا تو چقدر ذهن درگیر اینجور مسائلی. پیتزا با آناناس آره یا نه؟ آره تا نمیتونم نکردم، میخوام بدونم چجوریه. واقعا میگم برات باید ترکیب بامزه‌ای باشی. پیتزا با آناناس آره؟ آره نه. جاوید مدنس. اگه زمان برگرده عقب خب باز هم تو این برنامه شرکت میکنی؟ نه واقعا دارم میگم، یعنی جدی دارم میگم. نمیدونیم چرا، چون با اون چیزی که توی ذهن و تصوراتم بود خیلی فاصله داره، خیلی فاصله داره. من فکر میکردم آدمایی که توی این بخش دارن شرکت میکنن نسبت به آدمایی که توی بخش قبلی شرکت کرده بودن یه سری درسا گرفتن که آقا جون دیگه یه سری انتخابا رو انجام ندیم، بعد برنامه هر اتفاقی میفته از همدیگه هنر همدیگه حمایت کنین. در واقع یه هنره، اوکی، هنر بازیگری، نه اینکه تو بخوای دامن بزنی به یه سری چیزا، فضای مجازی رو بخوای مسموم بکنی، بخوای تشویش ایجاد کنی، یه جاهایی بخوای مغرضانه عمل کنی. اینا رو اصلا نبودن، اصلا دوست نداشتم. سر همین قضیه واقعا یه کار اشتباهه واقعا چیکار کردن اشتباهه. مثلا موسیقی راک خیلی علاقه من. همیشه را کرده. بند مورد علاقه تو آلترناتیو سیستم آبدان خیلی دوست دارم، ولی سیستم آبدان واقعا چشمه کلی کیف میکنم. آقا سر شنکیان، دارا ملکیان دوستشون دارم زیاد. خدمت عرض کنم که یه مقدارم بخوام مثلا دیپ‌تر برم جلو، گانز اند روزز خیلی دوست دارم، پینک فلوید خیلی دوست دارم. این برام خیلی جذابه. یکی دیگه از سوالی که ازت پرسیدن اینه که چه لقبایی بچه‌ها بهت میدادن؟ گفتن خبر میگفتن بعد برنامه دیگه. تو برنامه کسی لقب دیگه چرا تو برنامه لقب داشتم؟ لقب لجند بود. من تمامی رکوردای اون برنامه رو جابجا کردم، مخ همه رو زدم. بعد نه بی‌دلیل مثلا خیلی بیشتر چطوری عزیزم تو مثلا خوشگل ترین دختر بودی، وای باورم نمیشه. آره نفرات خیلی ایزی بود. یعنی واسه اینکه بخوام توی برنامه بمونن دخترها مهم نبود که چه اتفاقی میفته، فقط اوکی بود که یکی باشه، جاوید باشه، محمد باشه، سهراب باشه، اصغر باشه، سهراب باشه. این ایزیه. جاوید جان حرف آخری داری برای بچه‌ای تو خونه؟ موز بخورین. بحث کنم زود بخوابین شبا. نه ولی بچه این چنل رو داشته باشین. حرف آخرین سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، نظراتتون رو بهم بگین. اینجا قراره کلی اتفاقای بامزه و باحال بیفته. مهمونای باحال داریم، لوکیشنای عجیب غریب. این لوکیشن اول ما تو رختکن مردونه، میفهمین چی اوضاع چه رختیته. و کلی قراره جاهای باحال بریم، ولاگای خیلی خفن داریم. این چنل رو داشته باشین. دوست داریم که با هم دیگه کلی اشغال کنیم و کلی خاطرات باحال ثبت کنیم. و چی داری میگی هم پشت برو بلندتر بگو منم بشنوم. بگو حرف بزن. بگو لایک و سابسکرایب کنیم. ما داریم تو زحمت می‌کنیم، ما داریم این زحمت می‌کنیم. آره بعد آره سابسکرایب کنیم که بتونیم هر سری ویدیوهای با کیفیت‌تر، بهتر و کلی محتوای جذاب‌تر بهتون بدیم. این تازه شروع داستان. خدا نگهدار. ما